درود میفرستم بر شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، خیلی از شما میایید میپرسید و این ویدیو با توجه به درخواست شما ساخته میشه. سوال که میشه از من چجوری ما بتونیم مهاجرت کنیم و من یکی از ساده ترین راه های مهاجرت کردن به آلمان رو واسه شما انتخاب کردم امروز در موردش توضیح بدیم. اگه برای بار اول این ویدیو رو میبینی از کانال من خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدیدی که میان و اطلاعات جدیدی که هستن شما ببینید و لذت ببرید. خب در این ویدیو من میخوام از طریق کاری اومدن مهاجرت کردن رو به شما آموزش بدم. در اینجا من اگر نمیدونید آوسبیلدونگ چیه، آوسبیلدونگ رو توضیح بدم براتون. آوسبیلدونگ یک دوره 3 ساله است یا 3 سال و نیمه که بستگی به هر شغلی داره و کارفرمایی که یک دوره مشخص شده است که شما باید این رو بگذرونی. توی این دوره شما هم درس میخونی و هم عملی کار میکنی، یعنی شما هم کلاس باید بری و هم توی اون فیرما، هر فیرمایی باشه، باید کار کنی، تجربی یاد بگیری. به این میگن آوسبیلدونگ. حالا معمولاً 3 سال یا 3 سال و نیم هستن آوسبیلدونگ، کمتر هم هست، بعضی آوسبیلدونگ ها 6 ماه هم داریم. شما خیلی راحت میتونید الان با این پروسه راحت به آلمان مهاجرت کنید. یعنی این که پروسش رو خیلی راحت کردن واسه کسایی که از خارج از کشور میخوان بیان به آلمان بتونن راحت بیان بدون اینکه بخوای هزینه اضافی به شرکت‌های مهاجرتی بدی و پولای نمیدونم به هر کسی پول اضافی بخواد ازت بگیره بتونه تو رو برسونه به اروپا یا آلمان. با پیدا کردن یک آوسبیلدونگ دوره آموزشی شما میتونی راحت مهاجرت کنی. لازمه پیدا کردنش که آوسبیلدونگ کنی شما باید حداقلش مدرک دیپلم داشته باشی. مدارک تو باید ترجمه کنی و اینا رو برای اون شرکت بفرستی، ترجمه کنی به آلمانی. شرکت درخواستش کار که میدی یه سری مدارک نیاز مدرک زبان شما حداقلش باید B2 داشته باشید یا B1. اینا رو که وقتی داشته باشی به هر فیرمایی درخواست بزنید راحت بهتون اوکی رو میدن و براتون اجازه کار میفرستن که میبری سفارت، بهتون ویزای کار میدن. از همون روز اول هم اقامت دارید تا آوسبیلدونگتون تمام بشه و بعدش تصمیم بگیرید بمونید توی آلمان یا برید. اگرم بخواید برید شما یک مدرک معتبر از آلمان دارید که به عنوان نیروی متخصص هر جای دنیا میتونید با این مدرکت کار کنید. خب حالا بعضیا سوال میکنن چجوری پیدا کنیم این درخواست‌ها رو، ما از کجا پیدا کنیم؟ شما میتونید توی گوگل خیلی به راحتی سرچ کنید آوسبیلدونگ و اونجا تقریباً 20 تا 30 تا سایت واسهتون باز میشه. باید به آلمانی اینو بنویسید. توجه کنید دوستان، به آلمانی، به زبون فارسی نیست. یا این که مهمترین و معتبرترین سایت آگنتو فور آربایت یا جوبزوخه. شما میرید توی این دوتا اپ دارن یا توی گوگل هم مستقیم میتونید سرچ کنید. میرید و آوسبیلدونگ که مد نظرتونه، رشته‌ای که میخوای انجام بدی، اسمش رو میزنی به زبون آلمانی و اونجا انگبوت‌های مختلفی، درخواستایی که شرکت ها زدن که مثلا ما جای خالی داریم، به آوسبیلدونگ نیاز داریم، آوسبیلدونگی 1001 درخواست اونجا هست که شما خیلی راحت ایمیل اون شرکت رو از اونجا ور میداری و توضیح میدی که من فلانی هستم، مشخصاتم، سنم، از خارج از آلمان هستم و دنبال اینم که این جایگاه رو بگیرم و بیام آلمان
درخواستتون رو خیلی راحت میفرستید که باید منتظر باشید باهاتون موافقت کنن و جواب بدن. و خوبیش اینه که دوستان حتی اگر شما رو هم نخوان بهتون ایمیل میزنن و مینویسن که متاسفانه ما نمیتونیم به شما اوکی بدیم و رد میشید. شما نباید ناامید بشید، تا میتونید به همه فیرما درخواست بزنید. از هر جای آلمان میتونید به همشون درخواست بزنید، بالاخره یکیشون جواب میده واسه شما. وقتی درخواست دادن شما این درخواست رو میبری، اوکی میکنی، باشون زنگ میزنید، صحبت میکنید و برای شما دعوتنامه کاری میفرستن. دعوتنامه کاری که بفرستن شما میبرید سفارت با مدارک زبانتون. از همون روز خیلی راحت میتونید ویزاتون رو بگیرید و بیایید آلمان، که ساده ترین راهی بود که من به ذهنم رسید گفتم به شما بگم نرید پولتون رو خرج مهاجرت کنید و شرکت های مهاجرتی 7000 یورو 8000 یورو پول ازتون بگیرن، بخوان شما رو به هر سختی برسونن اینجا. و خیلی راحت شما تیکتتو میگیری، از تهران سوار میشی میای آلمان پیاده میشی بدون اینکه هزینه‌ای کرده باشی. ساده ترین و بهترین راهی که من میتونستم و به شما گفتم، یکیش آوسبیلدونگ بود، دومیش اگر شما تخصص دارید از طریق کاره. دوباره مدرکی که نیاز واسه این درخواست، مدرک زبان آلمانی حداقل B2. بعضی هم هستن با B1 قبول میکنن، یعنی B1 قبول میکنن. شما باید این مدارک رو داشته باشید، مدارک کاری که دارید رو ترجمه کنید به زبان آلمانی و درخواست بزنید به اون شرکت ها. اینو نگه میداری پیش خودت، به این شرکت میگی من انجینیورم، مثلا من پرستارم، چند سال سابقه کاری دارم، این مدارک این دوره رو گذروندم، دنبال اینم که این جایگاه شغلی شما رو بگیرم. و به شما پاسخ میدن. حتما به یک فیرما درخواست نزنید، به چندین فیرمای مختلف میتونید درخواست بزنید. و این هم مثل اون چیز اول، مثل اون عنکبوت اول، مثل آوسبیلدونگ دوباره واسهتون میفرستن و راحت از روز اول هم اقامت میگیرید. از خیلی چیزهای دیگه که بخواید بیایید پناهندگی درخواست بدید و پول خرج کنید راحت‌تر و آسان‌تر و بدون هزینه است. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خوشحال میشم که با لایکتون از کانال خودتون حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.